مذهب ما حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در 7 چیز در رمضان مکروه است. در یادتان گیرید. معنی مکروه خوب نیست. روزدار باید از این خوش نگه دارد، چی مرد و چی زن، چی پسر چی دختر. یکم ذوق الشیء و مزغه بلا عذر. خایدن چیزه در رمضان بچه های خجروجی بچه نخواهی، در رمضان سقیچ نخواهی، در رمضان اگر تا ضرورت نشود نان خایده یا غذا خایده برای کودکای خرسال تا نتید. زیرا خایدن چیزه، چشیدن چیزه در رمضان مکروه است. زیرا شما اگر سقیچ خایده است یا جیوچک خایده است، یگان کس اگر بینه میگیم این پاد روز خور بدای. شاید وای پاد نگویو دانی من این کلمه آمد. گفتم که من آدمی عصبی هستم، معذرت میخواهم. اینو در حق همه آدم گمانی بد میکنه. اگر چی روزدار هم باشه گمان میکنه که این روز خور بین سقیچ خواهد. چند با سخنی دیگر هم میگوید. من باشم که لعنت میکنم. من خود نگاه داشتم میدم بازار میگذارم، بعضی میرم چایخانه چایخوری دارن، هزارها لعنتشان میکنم، خوشاشان و پدراشان و مادراشان همش علاوه. دوم و مزغ خواب، یعنی چشیدن. من یک بازار میره یگان چی میچشیدم برای شیرین است به مزه است. یا مثلا بعضی خانم ها غذا میکنن بیگاهی، چشیدن همون غذا به عذر خوب نیست نچشن. اما اگر رفت بعضی خاندان است که غذاش که به نمک میبیاد یا شور میبیاد، شوهرش آزارش میتیاد یا بچه هاش نمیخورن غذاش، این صورت عذر است. چشیدنش باکی ندارد لیکن توف کنه. وقتی که چشید نمکش فهمید ثانی او گرداند پرت آید، فرو نبرد. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان مکروه است القبلة واللمس. بچه ها برای شما بسیارتر دخل دارند. بوسه کردن همسر و آغوش کردن همسر برای جوانایی که یا شسته ما پیر شدیم که دیگه پروا نداریم. شما ها رو در ماه رمضان توصیه میکنم که زناتان بوسه نکنه. دوستم که داره بوسه نکنه، آغوش نکنه. زیرا که بوسه کردی آغوش کردی خوب اون جانبش معلوم است. شیطان بعد دیگه غالب میبیاد، عقل با فراموش میشه، با پیشتر رفتن میگیری، آخر چی کار میشه که روزت مکروه میشه یا فاسد میشه، گناهگار میشه. بنابر در ماه مبارک رمضان بوسه کردن همسر، خصوصا برای جوانایی که به این نزدیکی ها عروس آوردن به خانه هاشان، از اونا خواهش میکنم در ماه مبارک رمضان احتیاط کنن. زیرا روزه با بوسه کردن مکروه می شود، با علاقه جنسی کردن فاسد می شود. فاسد که شد کفارت واجب می شود. کفارتش مشکل است، داده نمیتونی تا وقت پیشگاه خدا سخت گناهگار و خجالت می شوی. یعنی کسی روزش فاسد کنه بعد از نیت کردن عزیزان من یا 60 مسکین طعام میتید، 60 روز روزه میگیرد یا 60 مسکین طعام میتید. ببینید 60 روز روزه میگیرد، این روزه کفارت است. با همه 60 روزه پای در پای اگر بین یک روز خورد با ایسر میگیرم 60 روزه. شریعت به خاطر اینکه روزه رو فاسد نکنه جنایت است، وزبین است، جزاش هم سخت تعیین کردگی است. با یک روز قضایی 61 روز میشود. اگر روزه داشتن نتونه کسلی باشه، این عذر داشته باشه، 60 کم بغل شب و سحر میبره افطار میکنه، سیرشان میکنه. یا پنجمی بازار میره 60 کم بغل که در خدای را میشینن که رو با چین به کار میکنن، پنجم هر کدامشه میتید برای شب و سحرشان. خلاصه در ماه رمضان بچه هاییاش خداوند بختان تید. این زن پیر نمیشه بچم، دادا باباتان به یک جا نرسان که باشه ما رسانه. احتیاطتان کنه. یک جوان پیش رسول اکرم آمد، گفت یا رسول الله من همسر ما بوسه کنم اجازت میتی؟ حضرتان نه بوسه نکن بچم. گفتن او یک موسفید یا رنگی با های ملا دولتی ما بارین گرنگتاب شدگی، گفت یا رسول الله گاه حواسم میبیا کمپیر میبیم بینو لباسای خوش رو میپوجه، یا بوسش کنم مایلیش؟ حضرتان مایلیش تو بوسه کن. او جوان خیس از گفت یا رسول الله این بابات اجازت دادی من دنی؟ حضرت گفتن او باباست. گفتن تو جوانی؟ گفتن بابا. گفتن تیر داراش تمام شدگی است. تو جوانی خوب هستی. گفتن یکی با بعدی با یگان کاری دیگه میشه. گفتن روزت فاسد میشه. بنابراین
و القبلة ان خاف، فقها میگن بوسه کردن در ماه مبارک رمضان مکروه تحریمی است اگر خوفی احتلامی شدن باشد. بچهای خوش رو فراموش نکنید، خنده و گپی من فراموش نکنید. پنجم مکروهات روزه چی است؟ جمع الریق فی الفم قصدا ثم ابتلاعه. من یک خلادان توف شد در دهان جمع میکنه پر کشید با فرو میبرن یک پیاله آب میشه. اینم خوب نیست. توف فرو بردن کم کم باکی ندارد در ماه رمضان، اما جمعش کنی خیلی شود و با پر کنی فرو بریش، اینم فقها مکروه میگن. از این احتیاط باید کرد. اما در ماه مبارک رمضان چی کارها کنیم که روزه من فاسد نمی شود؟ عزیزان من اینم ضرور است شما یاد گیرید. الاکل و الشرب او الجماع ناسیا. من یه آدم رمضان ده فراموش کرده و روزش خورد، خوب چیزی خورد یا چیزی نوشی میشه، مثلا کار کرد در سری کار ای خاطرش برام دست خوشن. امروز آدم ها بسیارش خیالش بیجاش دیگه است، هوشش نه یکی آب نوشید بعد نوشیدن بیاد که من روزدار بودم که این روزش فاسد نمیشه، دوام روزش گرفتن گیرد. یا خانش آمد هوشش نه نون گرم گرفت و خوردن گرفت، روزه خاطرش برآمده، پس هم بیادش رسید که من روزدارم، این روزش فاسد نمیکنه، روزش درست است، دوام روزش گرفتن گیرد. دوم انزال المنی بنظر او فکر. یعنی آدم روزانه خواب میره و در خوابش احتلامی میشوند. آمه تاجیکای ما شیطان فریب کرد میگن که خوب یا در کوچه گذشتی از زنده که میبینه دو به اختیار احتلامی میشه، اینم روزش فاسد نمیشود. اما اگر با دستش خوش احتلامی کند روزش فاسد میشود، یک روز قضای دگرش واجب میشود. سوم چیزی که روزه رو فاسد نمی کند القطرة او الاکتحال فی العین. من چشم دارو چکاندن، بعضی آدم ها چشم دردن چشماشان دارو می چکانن، یا گوشاشان دارو می چکانن، یا زنکا چشماشان سرمه می کنن در ماه اینم روزه رو فاسد نمی کند. دارو کردنی چشم روزه رو فاسد نمی کند. سرمه کشیدنی در چشم روزه رو فاسد نمی کند. اگرچه ولو وجد الصائم طعمه فی حلقه، مزهش در حلقش نمایان هم شود فاسد نمیشه روزه. چهارم چیزی که روزه رو فاسد نمیکنه در ماه رمضان این خونگیری است. مذهب حضرت امام رضا رحمت الله علیه ده خون گرفتن، اگر رفت همون شخصی خونگیر به قوت باشه، این همه آدمی روزدار به قوت باشه که این خون گرفتن براش هیچ زیان نکنه باکن. اما اگر رفت آدمی ضعیف باشه خرابه باشه کسلی باشه که روزه گرفتن سبب بیهوشی شود، این صورت خون گرفتن مکروه است، از این احتیاط باید کرد. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان مباح است مسواک کردن، یعنی دندانها را با چوب مسواک شکیدن یا با دندان شوک شوشتن، اینم باکی ندارد، فقط احتیاط کنن که یعنی داخل حلقش نرود. ولو کان مبلولا بالماء. خب دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان رخصت است المزمزه و الاستنشاق، من دهن آبگردان کردن در طهارت غسل یا بینی را آبگردان کردن، اینا روزه را فاسد نمی کند. بعضی آدم ها رو فهمیدم در ماه رمضان مزمزه نمی کردن، نه دهنشان آب نمی گرفت، ای ترسیان که یکی روزه هم نشه. آخه تو مردی که آب درونت میره حلقت میره، آیا کم چقدری بعد نه بالاتر کن سنت های مزمزه استنشاق در طهارت. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان رخصت است الاغتسال او الصباحه او التلفف بثوب مبتل للتبرع لدفع الحر. مثلا این زمان خیلی گرم است، در ماه رمضان آبازی کردن یا در لب دریای رفته دریای خنک در شناوری کردن، سباحت و شناوری در دریا رو میگن، اغتسالش خانه در سر آب ریختن، یا اینکه یا لطه عدیال تر میکنی در بدنت پیچانی به خاطر چی حرارتی هوا بلند است گرم میشی به راحت میشی، اینم باکی ندارد. آره بعضی فتواها دست آبازی کردن مکروه، اما قول اعتبار ندارد زیرا که مخالف حدیث رسول اکرم است. از این سبب فقط در ما وقتی آبازی حرکت کنه که حلق تانده آب نرود، دهن تانده آب نرود. این یک دومی که در وقت آبازی کردن بچه های خوشرو، بعضی شما رو من در کوچه ها میبینم در فصل تابستان
با ترسک‌های کوتاه یا با پلافکه در نظر مردم آوازی میکنید، این حرام است عزیزان من. خدا لعنت کنه هم مسلمان را که حیا ندارد، که در او کوچه زنها میگذرند، مردها میگذرند، او خود که لعنتی است، در لعنت خدا گرفتار است. آخر چشم تماشابین ها را هم در او میافتد، این هم در لعنت خدا گرفتار میشود. بنابراین جوان مسلمان، تو از خدا ترس. وقتی که در راه آوازی میکنی، پیغمبری تو وقتی که آوازی میکرد پرده میکشید، در بین پرده آوازی میکرد. اگر رفت تو دریا میشد، میرفت یک جای دوره که نظری مردم نباشه، در اونجا آوازی میکردن. امروز انسان ها آنقدر حیوان شدگیان که در پیش نظر زنها مردها رفتار میشن، لچ عریان یک پلافکه دارد به هوای آوازی میکنند. لعنت خدا بر تو بار این تاجیک، لعنت خدا بر تو بار این زن مسلمان. اول مسلمان تو صدق مسلمان شود. یک روز کافر تلمان میگذشتم، یک دختر تاجیک با دو مرد با پلافکه و با لفچیک که گودکا جمع شدن تماشاشان دارن، در کنار همو پیشی بچه های چیز است که مرده همونجا بازی دارن. یا الله، نخواد که اینقدر بے حیایی، نخواد که اینقدر انسان حیوان به مبدل شده است. زن مسلمان حتی موی سرش نشان دادن برای حیورش و برای بچه شرم دارد. در فتواها میگوید یک زن وفات کرد، بعد از 10 سال قبرش ویران شد، رفتن قبرش برای دیگه جا کوچاندن، دیدن که موی سرش جدا شده است، دیگهش نابود شده، موی سرش ایستاده. موی سری همون مردی 10 ساله را که پوسیدگی جدا شده است، حق نداره مردی بیگانه را به دستش گیرد، بعد که او را وارثش رو بگیرد و دستان پیچونه دیگه جا برگرد. او عورت است، او حرام است باش. یا الله، میبینم بعضی بچه ها ماشین میشوین تگی پلافکه مرد تو بار این صدقی جوان مردی شو، صدقی مسلمانی شو. حیوان میخوایی که در پیش زنی تو یک آدم خوش لطف کند، میخوایی که در پیش دختری تو یک آدم تگی پلافکه باشد. این از حال ما مسلمان ها. ما اگر کسی آنها یک چی گوید با دماغشان میسوخته است. صدقی جوان مردی شو، لعنت خدا بر تو. خب وقت اقرگی ساعتی با هم گذشت رفت و خوب. به هر حال آن چیزی که میخوام امروز برای شما اکثرت مبتلا با آن میشوید، این اوکال کردن است در ماه مبارک رمضان. آیا اوکال روزه را فاسد میکند یا نه؟ نه نمیکند. هر قدر نوع اوکالی که باشد، خواه از گوش میکنید، یعنی اوکال ویتامین، ای دنبه، از بازو، خواه اوکالایی که مثلا خون میدهد، اوکال خوندهی، هر نوع اوکالی که باشد روزه را فاسد نمیکند. فقط بعضی فقها اوکالی که قوه غذا را دارد، گلوکاز میگن چی میگن، یه روز دو روز به هوای دیگه سیر میکنه، اوقات هم نمیفارش، همون روزه رو فاسد می، همون نزد بعضی فقهاست. اینجا من برای شما نوشته آوردم به خاطر که شبهه نکنیدان. تزریق آمپول محمود الفتاوا را عمر سربازی هم قولش همین است در منبع العلومش. تزریق آمپول در ماه رمضان، تزریق آمپول اوکال میگن، هر نوع آمپول باشد اشکال ندارد، یعنی روزه رو فاسد نمی کند. كما حققه العلامة المفتي محمد شفيع وأيده العلامة المفتي الطحاوی في امداد الفتاوى. اما ناسوار حرام است، حرام نیست، اما ناقض وضو است. ناس چی عزیزان من؟ در رمضان ناس کشیدن روزه رو فاسد میکند یا نه؟ فاسد میکند. ناقض روزه هست. ناسوار حرام نیست، اینه حرام نمیگیم ما، کشیدنش حرام نیست. البته از کراهت خالی نیست، به خاطری که بوی بد دارد، به خاطری که اسراف دارد، به خاطری که زیان دارد، از کراهت خالی نیست. اما حرام گفته، برای حرام دلیل بکار است، در او دلیل نیست. اما روزه رو فاسد میکنه، روزه رو میشکنه. پاپیراس عزیزان من چی؟ پاپیراس هم روزه رو میشکند هم حرام است. بنابراین از پاپیراس کشی خدا نگه داره. بچه های خوش رو رمضان اینی او رو دود میگویند، دود فرو بردنش طلیان در خلاصه الفتاوا، در خلاصه المسائل هم هست،
او روزه را فاسد میکنه. از این خودتان نگه داریم. شما را به این روز مبارک، روز عبادت، روز راز و نیاز با خدا، به این روز سید الایام تبریک و تهنیت میگویم. هزاران شکرش خداوند را که ما را به این روز با سلامت رسانید و در این مکان مقدس جمع نمود. و ثانیاً از خداوند مهربان دعا میکنم برای یکایک شما و خاندان شما، اولا عمر دراز و توفیق بندگی، و ثانیاً رزق فراخ و موفقیت در کسب و در کارتان خداوند نصیب سازد. و چند از برادران که در بیرون التماس دعا کردن، یکی برای مادر عزیزش و یکی برای دخترچه نور چشمش و اینچنین دو خواهر اسلامی که از ناحیه پنجیکت اینجا حضور دارند، از ما التماس دعا کردن برای خودشان و فرزندانشان. پروردگار این برادرها را و این خواهرها را، بیماراشان شفای کامل نصیب سازد و فرزنداشان عمر دراز و رزق فراخ و توفیق بندگی نصیب گرداند و هر مراد و مقصود که داشته باشند خداوند به مقصودشان رساند. پروردگار محبت خود و محبت پیغمبر بزرگوار خود و محبت اسلام و عبادت در دل همه ما و شما بندگانش استوار بدارد تا روز آمدن مرد. آمین. این جمعه هم یکی از جمعه های ماه مبارک شعبان است و بعد از این باز یک جمعه دیگه هم از شعبان در اختیار ما و شماست و موضوع صحبت من با توفیق خداوند و با فتح و کشایش او امروز در فضیلت رمضان و آداب و احکام که رمضان برای ما و شما دارد و فقها در کتاب‌های فقهی بیان نمودند و میخواهم امروز موضوع صحبت خود در این باره با شما عزیزان بیان کنم تا اینکه شما و شنوندگان این نوارها، میبینم اکثر شما در دست تلفن ها دارید برای نوشتن صحبت ما. خوب کن توفیق تانتید که این نوشته ها رو برای خودتان میبرید یا برای دارای دخلدار، هر دوش هم توفیق شما دو وابسته است. اما یک چیز میگن که من از این بردن شما هم هراس ندارم، جای ترس من فقط الله است و اگر مقصدتان نوشتن و خبر دادن به اداره های دخلدار باشد، از خدا ترسید و به جان خودتان جبر نکنید. فقط همین قدر گفتنی هستم و الا من جای هراس ندارم. انشاءالله رمضان روز دوشنبه می شود، خاصه شنبه آینده یعنی یکم چیسله، باز جمعه دیگه و انشاءالله شاید شورای علما اعلان هم داشته باشند. خدا خواه نزدیکی به دوشنبه آینده یعنی یکم اوگوست این اعلان می شود. به هر حال حساب احجازده بود که حساب مشهور در جای ماست، اگرچه شریعت این اعتبار هم نمیگیرد، زیرا که قرآن و حدیث
ما و شما را امر کرده است به روزه گرفتن وقتی که ماه نو ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. رسول بزرگوار میگویند صوموا لرؤیته. شما روزه دارید وقتی که هلال ماه مبارک رمضان ببینید. از این سبب از همه شما خواهش میکنم، این وظیفه بندگی است. شما می توانید روز سوم ایول شب دوشنبه ماه جستجو کنید از جای آفتابشین. اگر بعد از شام یا در وقت شام ماه شما در فضا خردکک دیدید، دوشنبه انشاءالله رمضان است و همون شب شما تراویح خوانید. اگر رفت و بگاه دوشنبه ماه دیده نشد، هوا ابر باشد، هوا غبار باشد، باز هم اسلام عزیز برای ما احکامش هم بیان کرده است از زبان پیغمبر بزرگوار: فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30. رسول بزرگوار میگن اگر هوا ابر باشد، هوا غبار باشد، شما ماه دیده نتانید، شعبان 30 پر کنید. یعنی دوشنبه هم از شعبان حساب می شود، شب سه شنبه شب دوم چسله تراویح میخوانیم. خوب در شب دوم دیگر ماه بینیم نبینیم، روز سه شنبه رمضان می شود، زیرا ماه از 30 زائد نمی شود. خوب انشاءالله باز جمعه آینده شاید در این موضوع صحبت کنم. اکنون با اجازه شما و توفیق پروردگار به صحبت امروزی خود شروع میکنم و پیش از آن که به صحبت شروع کنم از همه شما التماس میکنم که یک جای دعا کنید خداوند مولا محمود جان سلامت از سفرشان بازگرداند و باز این منبر به ایشان تیم با شما صحبت کنند. آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. این آیه مبارکه برای ما و شما نوید قرآنی است، نسیم فارم الهی است. فرا رسیدن رمضان و این ماه نزول قرآن و این ماه بهار قرآن خبر می دهد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. خداوند در این آیه مبارکه به بندگان خود فضیلت و بزرگی این ماه مبارک رمضان را بیان میکند و در آخر مهربانی و لطف خدا برای بندگانش که در این گرما و در این روزهای طولانی از سبب بیماری ها و از سبب مسافرت ها روزه گرفته نمیتوانند رخصت افطار هم میدهد. زیرا خداوند هیچگاه به بندگانش سختی را نمیخواهد، دشواری را نمیخواهد و همیشه آسانی و راحت را برای بندگانش خواهان است. ماه رمضان ماهی است که فرستاده شد در او
قرآن. وقتی که کلمه ماه که فارسی است، عربی او شهر است، این ردی عقیده کسانی بود که شاید 70 سال 80 سال با تبلیغات زهراگین خود فکرهای شما عزیزان و شاید هم امروز این تو کجدمهای زیر بوریا به صورت انسان، به صورت معلم و به صورت پیداگاگ در جامعه باشد، به صورت روزنامه نگار، فکر شما را عاید رمضان ویران کنند. من خود که مکتب میانه خواندگی هستم، معلم های داشتیم. من با گوش خود شنیدم این منبر رسول خداست، به اون معلم ها دروغ نمی بندم. اونها برای ما استاد بودن، آخر که با خوب شدن، خدا رحمتشان کنه، نمازخوان شدن و مسجدی شدن و باز نماز جنازه خطی به قبرستان رفتن. لیکن در ایام جاهلیتشان مثل امروزه حکومتدارا، مثل امروزه ژورنالیستا، مثل امروزه ایدئولوگ ها، اونها هم فریب خورده بودند. برای تمسخر ما روحانی‌ها می گفتند که رمضان 3 روز است و ملاها و ایشانها اون 3 روز گم کردند، بنابر مردم تا 1 ماه روزه گرفتن امر کردند. این تو شاید شما هم شنیدگی باشید، چرا این سخن در زبان هر کدام حکومتدارای اون زمان بود، ایدئولوگ های اون زمان بود. خدا نکنه ماه روزه که می آمد، گزیته ها و خارپشتک ها چه رسم های را در تحقیر روزه و روزه‌دارا به شماها پخش می کردن. خدا جزاشان تیاد. انشاءالله که اونها جزاشان دیدن، اونها از جامعه شرمندوار دفع شدن، اما مع الاسف حال اونها به اینهاش امروزهاش عبرت نشد. چرا کردی دو چشم عبرتت کور، کشاده می نماید لیک بی نور؟ چرا عبرت ز پیشینان نگیری، و زندانی جهالت تش نمیری؟ خداوند به خاطر رد ان همون آدم ها آغاز آیه را به کلمه شهر شروع کرد. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. قرآن چه کتاب است؟ بارها صحبت در این موضوع شده بود. قرآن چه کتاب است؟ ایشان مولا محمود جان مفصل ساعتها در فضیلت قرآن و معجزه بودن قرآن صحبتهای داشتند. در نوارا هست، مع الاسف امروز پخش این نوارها هم منع شد و حتی فروشندگان اونها را براشان دیلی جنایی کشاده می شود. قانون جنایی جمهوری مانده باز 1 پونکت نوعی و جای داده شد، این باشد فروشی نوارهای خوابیدی یا خواه دیگری دینی و اسلامی. قرآن کتاب انسانساز است، هدی للناس. قرآن کتاب راه نشان دهنده است، مردم به خدا راهنمایی میکند، مردم به راه سعادت و خوشبختی راهنمایی میکند، مردم از راههای هلاکت و ضلالت نگاه می‌دارد. بنابر خدا در اینجا چی گفت؟ هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان.
قرآن کتابی است که آیاتش روشن است، احکامش روشن است، هر چیزی که میگوید حق میگوید، هر چیزی که میگوید برای سعادت بشر میگوید. این کتاب فرق کننده بین حق و باطل است، این کتاب جدا کننده بین حرام و حلال است، این کتاب جدا کننده بین بدبختی و نیکبختی است. کسی با این قرآن پیروی میکند به خدا میرسد، به سعادت میرسد، به خوشبختی دنیا و آخرت نائل میگردد. کسی این کتاب پس پشت میپرتاید و احکام او را نادیده میگیرد یا به مقابل احکام او قانون میبرارد، این انسان ها در هر سطح و مقام باشند از خدا دورند، اینها برای بدبختی و شقاوت رفتند و اینها دشمنان خدا هستند. خداوند حتما انتقامش از اینها میگیرد. و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خداوند بیانی روزه کرد و روزه از کی؟ برای هر کدام ما و شما خوانندگان قرآن و شنوندگان قرآن، بندگان حقیقی خدا شروع می شود. خدا گفت کسی از شما، ببینید که کسی از شما گفت، فرق ندارد او ملاست ایشان است، فرق ندارد او جوان است و پیر است، فرق ندارد او پسر است و دختر است، فرق ندارد که او پیرزن است و پیرمرد است، فرق ندارد که او بای است و کمبغل است، فرق ندارد که او صاحب حکومت و منصب است یا دهقان و کمبغل است. هر کس خدا گفت از شما، زیرا همه موجودات این عالم مخلوق خداست و همه بنده و فرمانبردار الله است. فمن شهد منکم الشهر، بس هر کدام از شما ماهی نو را در شب اول رمضان دید، خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. این صیغه فلیصم امر است، امر بالام، امر غایب بالام معلوم است. خداوند به ما و شما به واسطه این صیغه از هر کدام ما فاعلها، روزدارها، روزگیرها، سپارش روزه گرفتن کرد. هر کسی که اقرار داره بنده خداست باید فرمان پروردگارش اجرا کند، باید در کدام سطح و مقام نباشد، زیرا این پاست و منصب ها، این ثروت و بایگری ها، این انسان هایی که صاحب اونهاست در پیشگاه خدا قدر ندارند. همه اونها برابر بنده خدا هستند، همه اونها محتاج به رحمت خدا هستند. او خدای مقتدر و توانای هست که در یک چشمک زدن همه را به خاک یکسان میکند اگر بخواهد، اگر مشیتش رفته باشد. او خدایی است که هیچ یکی از متکبران عالم از اول سر کرده تا آخر دنیا نمیتوانند به او ذره زیان رسانند. بنابر پیغمبر بزرگوار در حدیث قدسی که امام مسلم این حدیث روایت میکنند میفرماید خداوند گفته بود است به بندگانش
از سطح پایانی سر کرده تا سطح بالایی. یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. ای بچه آدم، ای کسی که تو خود انسان میدانی، تو خود اقرار داری که آفریدی خدا هستی، اگر همه شما از اول تا آخر، اگر همه انسان ها و جن ها پسترین و بدبخترین و شقیترین انسان روی زمین شوند، هم مثل که فرعون انا ربکم الاعلا گفت، مثل که کارل مارکس انکار خدا کرد، خدا وجود ندارد گفت، همه اگر مارکسیست شود، مثل که حزب کمونیست میخواست همه را به خدا کند، الحمدلله تیرش پوچ شد، خاک خورد، کسی را هم نتانست به خدا کند مگر کسی را که خداوند بدبخت آفریده بودش. همه شما گفت، پروردگار گفت اگر مثل مارکس باشه، مثل فراید باشه، مثل فرعون و نمرود باشه، هم شما به من زیان رسانده نمیتوانید، من از شما زیانی هم نمیبینم، بلکه خودتان جبر میکنید، زیان میکنید. نه، این فرمان ان همون خداست. کسی هم روزه میگیرد به خدا فایده نیست، کسی هم روزه میخورد به خدا زیان نیست، لیکن روزدارها بندگان فرمانبردار خدا هستند، خدا فرمانبردار فردا مکافات نیک میدهد. روزخورها قانون شکنان حکومت خداوندی هستند، مثل امروز قانون شکنان رو میدانی جزاشان چیست؟ روزخورها در هر سطح و مقام باشند قانون شکنان خداوند هستند، خداوند قانون شکنهاش حتما سختترین جزا میدهد. انا من المجرمین منتقمون. بنابراین خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. عزیزان من، شما وظیفه دار است خاندان خدا، بچه و دخترای خدا، دخترچه ها را از 9 ساله بالا، پسرچه ها را از 12 ساله بالا امر به روزه کنید. شما پدرها وظیفه دار هستید. خداوند شما را از این فرزندان دادگیش فردا میپرسد که فرمان منو به جا آوردن، روزه گرفتن. یا شما عزیزان منتظر هستید سالهای نفقه برای را، منتظر هستید که نفقه برآمدم، موی سفید شدم و سانی جیلک میپوشم و بعد مسجد میروم، از آن روز سرکرده بر روزه میگیرم، از آن وقت سرکرده بعد توبه میکنم، خدا توبه بخش است، توبه را قبول میکند، میبخشد. اگر هم تو گمان کنه، بازم به شما میگم که این گمان خطاست، این خیال خطاست. همین هفته من 3 جنازه، یکی جنازه جوان 14 ساله خواندم، یکی جنازه جوان 18 ساله خواندم، یکی 23 ساله. همین هفته توبه را فردا گذاری، عمر فردا را که دید. فضل دین دادر عروس ما، خدا صبرش دید، همراه با خاندانش. پسرش خیلی جوان خوب بود، دانشگاه ملی میخواند. امسال امتحانای سالانش باباهای اعلا همش سپارید. چگونه من استاداش در جنازه بودن، گفتند همراه با همکرسای خود برای خاطری
شرکت کردنی در تو یکی از همکرساشان میرن کلخازآباد، نماز جمعه رو در کدام مسجد میخوانن هر پنجش. الحمدلله که امروز در دانشگاه های ملی با وجود فشار و تعقیب حکومت دارا باز جوانای ما نماز میخوانن. خداوند موفقیت نصیبشان کنه. بعد از خواندن نماز جمعه به همون قشلاقی که توی هست نزدیک میشوند، کنل کلام بود از آب. خوب رفیقان میگن جا آب بازی کنیم سلخین شویم، بعد از آن میریم. 22 سال جوان آب بازی میکنن. این 4 نفر از آب زنده میبرد سلامت، او 1 نفر دادر عروس ما میرد زیر آب. 4 روز پس مردش یافتند. ببینه جوانای عزیز، و هم مثل شما بارین، مثل همون روز خورا بارین. الحمدلله که او روزدار بود، او از خرسالیش پایبندش احکام شریعت بود، او شهید شدگی است. او هیچ خیالش نبود که وی میمرد، او هیچ خیالش نبود که از اونجا جسدی در زیر آب 4 روز ورم کردش میبیارند. او خیال نداشت که میره و دو از اونجا خبری مرگی فاجعه ناکی او رو پدر و مادر شنیده عشق میرزن. این خیالش نبود. مثلش هر کدامی من شما باریم. من این سخنه برای بیدار شدن شما جوانان میگویم، برای بیدار شدن روزخورهای بی نصیبه میگویم. از اوس مردش آوردن. اینا بر رسول اکرم چی گفتن؟ هلک المصوفون، هلاک شدن کسانی که فردا و پس فردا میگویند. فردا را توبه را فردا گذاری، عمر فردا را که دید. بنابراین خدا چی گفت؟ روزه دارید. هر کدام از ما و شما باید روزه گیریم. وقتی که سلامت هستیم، تن صحت هستیم، الحمدلله. وقتی که عقلمان بجاش است، عقل سالم داریم. وقتی که در خانه مقیم هستیم، وقتی که کارهای وزنینی طاقت فرسان نمی کنیم، ما باید روزه داریم. ما باید فرمان خدا را اجرا کنیم. ما باید در پیشگاه خدا از جمله بندگان مطیع و فرمانبردار باشیم که خداوند از ما مباهات کند، افتخار کند بر ملائکه هاش. فلیصم. بازم میگه این فرمان فرمان رئیس جمهوری کدام دولت پر اقتدار نیست. این فرمان فرمان رئیس ناحیه نیست. این فرمان فرمان رئیس جماعه نیست. این فرمان فرمان وزیر انوده و کگبی نیست. این فرمان فرمان خالق آسمان و زمین است. همون خالقی که شب گذشته اندک زمین لرزاند، از خانه هاتان دهشت زده بیرون برآمده. همون خدا را فرمانش است. خوب میخواهی طاقت غضب این خدا داشته باشی، روزه تخور. مثل فرعون و مثل صدام حسین بارین. ببین چه دنیا انتقام گرفت. میخواهی فرمانبردار خدا باشی، خوشا به حالت. این دنیا ده هم سعادت و خوشبختی در انتظارت است. در قبر هم سعادت و خوشبختی در انتظارت است. فردا در بستانسرای بهشت ضیافت الله برایت آماده است. پروردگار در حدیث قدسی میفرماید الصوم لی و انا اجزی به. روزه برای من است، بندگان من به خاطر اجرای فرمان من روزه میگیرند. خدا گفته ایستاده است. ببینید این اضافه تشریفی است. خدا میگه روزه را من فرمان دادم. روزه را بندگان من به خاطر اجرای فرمان من میگیرند. روزه را بندگان من به خاطر احترام من میگیرند که معبودشان هستم.
برای آنکه خدایشان هستم، برای آنکه خالق و آفریدگارشان هستم، برای خاطر آنکه رزاق و رحمدل و مهربانشان هستم، به خاطر این روزه میگیرن. خب به خاطر من روزه میگیرن، خدا میگه و انا اجزی بهی، من مکافات روزشان میتیم، من پاداش روزشان میتیم، من ثواب روزشان میتیم. یا الله. رسول بزرگوار میفرمایند ان فی الجنة بابا یقال له ریان، جنت هم دروازه ها دارد، مثل بستانسرای حکومت ها چند دروازه دارد. دروازه مخصوص برای رئیس های جمهور، دروازه دیگر برای دیگر وزیرها، دروازه دیگر برای خدمتگارهاش. مانند این بستانسرای الهی هم که بهشت نام دارد چند دروازه دارد. یکی از دروازه های او را نامش ریان است، بالای او پشتاقش با حرفای زرین نوشته شدگی ریان. معنای ریان چی؟ سیرابی، زیباگی. از این دروازه کی می‌دارد؟ رسول بزرگوار فرمودند وقتی که روز قیامت شود و انشاءالله هیچ کدام شما در آمدن قیامت شکی ندارید، در آن روز آمدنی است، در آمدن او شکی نیست. خداوند اعلان میکند این الصائمون، رمضان روزدارهای رمضان کجاند؟ خدا خود میداند کجاند روزداران ماه مبارک رمضان، کجا هم بندگانی که در این گرمای ماه اوگوست روزه داشتند، کجا هم بندگانی که این 17-18 ساعت طولانی روز در گرسنگی طاقت فرسا صبر کردند، در تشنگی دهان و لبهاشان خوش شد صبر کردند، کجاند؟ روزداران میخیزند. روایت دیگر هم داریم، رمضان مبارک به صورت زیبای آن روز در پیشگاه خدا حاضر می شود. خیلی هم زیباست، آنچنان زیباست که تمام عرصات مفتون زیباگان پیشگاه پروردگار خود سجده می کند، در پیشگاه با عظمتی او سر به سجده می گذارد. رمضان خداوند میگوید رمضان چی میخواهی؟ خدایا میخواهم کسانی که در دنیا حق من شناختند و فرمان تو را اجرا کردن و روزه گرفتند به اختیار من تی. پروردگار چی میگوید؟ برو عرصات قیامت، کسانی که حق تو را شناختند اونها را پیشواز گیر، اونها را به در دروازه بهشت که نامش ریان است بیار. رمضان می رود، روزدارا را در عرصات قیامت جدا می کند. از کی؟ از روزخورها. یک نام قیامت روز فصل است. شما در سوره عامه میخوانید این یوم الفصل کان میقاتا. شما در سوره یاسین میخوانید وامتاز الیوم ایها المجرمون. آن روز خداوند ندا میکند که ای جنایتکارا، ای بی نمازا، ای روزخورها، از بندگان نمازگزار و روزدار من جدا شوید. آن روز حکومت در دست الله است، دیگر حکومت نیست. آنجا اوباما هم خاموش است، آنجا مدوید هم خاموش است.
وامتاز اليوم ایها المجرمون. رمضان روزدارا را میگیرد، میبرد در دروازه بهشت که نامش ریان است که مخصوص برای روزدار است. اینو پیغمبر بزرگ در حدیث صحیح میفرمایند ان فی الجنة بابا یقال له الریان اذا كان یوم القیامه یقال این الصائمون فاذا دخل آخرهم اغلق ذلك الباب. وقتی که این دروازه که روزدارها درآمدن گرفتن این دروازه بسته می شود و آنجا خداوند روزداراش بعد ضیافت می کند. ضیافت چه ضیافت شاهانه، مثل ضیافت شاهانه امروز حکومتداران نه که حکومتدارا ضیافت میکنن، بعضیش کسلی قندن خورده نمیتونن، بعضیش فشار دارن خورده نمیتونن، بعضی زخم معده دارن خورده نمیتونن. اما اونجا شما تناول میکنید، اونجا معده در هضم کردن مشکلی ندارد. خوب انشاءالله در این باب صحبتای پیشتر هم کرده بودم. این دروازه مخصوص روزدار هاست. از این دروازه روزدارها می درآیند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسانی که امروز به این امر خداوندی فلیصمه عمل کردن، آنجا در بستان سرای بهشت از این دروازه می درآیند، راحت میکنن. خدا مهربان است. گفتن در آغاز آیات کسانی که طاقت روزه گرفتن ندارن از سبب بیماری، خداوند بیماران را شفا دهد، خصوصا بیماران عاشقان مدرسه محمدی را و بیماران امت اسلام در هر گوشه و کنار، چه در زندان ها باشند چه در مسافرت ها باشند. دیروز کاغذ عزیزان من به دست من رسید، 42 نفر جوان تاجیک برادران اسلامی ما و شما در زندان یکی از شهرهای ایرکوتسک بودیم. ماه الحمدلله که ما نماز جمعه هم میخوانیم در زندان محبس و نمازهای 5 وقته ما هم میخوانیم. خوب چی گناهی کردین؟ البته انسان به کم بودی و به خطا نیست، اما اونها رو سوالشان از من این بود که حضرت ایشان غذایی که برای ما آماده میکنن گوشت خوک است، غیر از این دیگر ما ده کسی فریاد رس آنجا نیست، خیش و تبارها ما نیست، ما غریب هستیم. خوب برادرایی که یگان چی هم یاردم میکنن خیلی کم است. رمضان مبارک اکنون شروع میشود، آیا ما با همون غذایی که از گوشت خوک آماده میکنن، البته گوشت نمیخوریم، آب خوریم، روزه گیریم، درست است یا نه؟ ما با همون غذا افطار کنیم یا نه؟ سوالشان این بود. بنابر من از این منبر رسول اکرم به جوان مردای عالی همتی که از تاجیکستان در شهر ایرکوتسک هستند، جوانای عزیز، به شما من خطاب دارم. انشاءالله من التماس کردم شاید سراغ این محبس جمعه آینده برای من بیارن. از همه شما التماس میکنم که ماه مبارک رمضان ماه خیر و احسان است. شما جوان مردی کنید، زکات های خود جمع کنید. در آن محبس هایی که جوانای تاجیک هستند، برادرای شما هستند، ماه مبارک رمضان یاردم کنید تا اونها روزه را با غذای حلال شما روزه گیرند. انشاءالله بهترین ثواب برای شما خدا میتید، بهترین اجر خدا برای شما میتید. خداوند باور کنید در کسب و کار شما، تجارتاتان خدا برکت میتید. نه اینکه برادرانی در ایرکوتسک بودگیدن و در هر زین محبس هایی که در شهر روسیه هستند یا در تاجیکستان ما هستند، البته شرایط زندگی برایشان دشوارتر بودگیست، اونها را در ماه رمضان یاردم کنن، خیلی ثواب میگیرند. دادرای عزیز، همونها را شما از خوردنی غذای حرام در این ماه مبارک خلاص کنید. خداوند شما را از دوزخ خلاص میکنه.
من این کتاب به برادرای تاجیکی که در ایرکوتسک هستن به اونها کردم. بنابر خداوند چی میگوید؟ کسی از شما بیمار است، مریضن، او علی سفر، یا مسافر است. چی مریض میتواند، چی بیمار میتواند روزش خورد؟ عزیزان من، بیماری که مثل فشار بلند، مثل قند که به آب ایستادن نمیتواند، مثل زخم معده، یا مثل زنهایی که حامله دار هستند، ماه 8 و 9 شان هست، اونم حکم بیمار دارند، یا مثل خواهرای مسلمانی که فرزند تولد کرده‌اند، فرزندان شیرخواره دارند که از پستان مادر شیر میخورند، اگر روزه بگیرند در شیر اونها زیان میشود. خدا به این تو بیمارها رخصت داده است روزشان خورند. فعدت من ایام اخر، روزشان خورند وقتی روزهای کوتاه سال ماه دکبر و ینور و فوریه می شود، خداوند برایشان بهبودی و سلامتی عطا کند، شفا یابند، روزشان 1 ماه قضاییش میگیرند. اینه برای 1 ماه قضایی میگیرند، اینها فدیه نمیتیند. اما بیمارهایی هستند که بهبودی برایشان امکانیت ندارد، صحت شدن برایشان امکانیت ندارد، خداوند شفا دهد این بیمارها رو. بازم میگویم همیشه احتیاج به دارو دارند، همیشه احتیاج به استفاده قرص ها دارند، همیشه احتیاج به استفاده آب دارند. اینها را خداوند رخصت داد روزشان خورند و برای هر روزش 5 سامانی یعنی 2.5 کیلو گندم مقدار صدقه فطر آخر ماه مبارک رمضان جمع کنند. اگر 3 روز باشه 150 سامانی و یکی از خویشاوندان کم بغلشان با یگان شخص قصددار یا به محتاجا و مظلومایی که در بیمارخانه ها هستند، به صاحب خانه ها هستند، براتیت اعلان کند که این فدیه روزی من بود. این خدا رخصت داده است. یا موی سفیدایی که خیلی پیر شده اند، یا پیرزن هایی که خیلی خسته شدگی هستند، از سبب بیماری خیلی سالشان به جای رسیدگی است، خیلی لاغر و ناتوان هستند که این در اصطلاح فقها شیخ فانی میگن و شیخ فان عجز عن الصوم افطر. اینها را هم خدا رخصت داده است روزشان خورند. نه در خانه شما پیرمردی پدر دارید یا بابا دارید که سنش از 70 بالاست و خیلی هم لاغر و خسته است، اگر روزه براش امکانیت نشود گرفتن، میتواند روزش خورد و آخر ما 150 سوم به یک فقیر و کم بغل بدهند. این حکم خداست. اینو من از پیش خود چیز اضافه نکردم عزیزان من. اما سالی گذشته بود یا سالی گذشتهش، برادران عزیز اسلامی از غلانی من دعوتی کرده بودن در کویبیش، مراسم توی بود. بعد از انجام توی یک پیرزن خیلی ناتوان و میدهک به زیارت من بچه هاش برداشته آوردن. وقتی که مردم من به مادر شناسا کردن، مادر 112 است. امسال پرسیدم حال هم حیاتن. رمضان نزدیک بود، مثل ماه شعبان بود والله عالم توی. به خاطر غمخواری گفتم مادر جان شما 112 خوب عمری خوشروی دیده، عمری با برکت و طولانی دیده، حالا هم چهرش نورانی بود، نور ایمان در چهرش موج میزد. گفتم مادر جان اگر رمضان امسال گرم است، امسال روزها دراز است،
شما خسته هستید نمیتونی روزه گیره، بچه ها فدیه شدین شما روزه تا نخوره. ببینید مادر 112 ساله الان 114 بودگی است، گفت که نه بچم گفت من روزه نمیخورم، من تا امروز روزه من نخوردم، از روز کی روزه گرفتم الحمدلله الان من قوت دارم. والله گفت بچم گفت رمضان برای من لذت میبخشد، نه اینکه من گرسنه میموند، من روزه من نمیخورم. گفت شما دعا کنه خدا و من قوت دهد. ببینید ایمان است. الان یک مادری هم در خانه ما نشسته است، خیلی ناتوان است. گفتم قوت روزه گرفتن داری؟ گفت انشاءالله روزه باشم قوت نداشته باشم حرکت میکنم روزه میگیرم. اونا ایمان دارن. ببینید تنصحت ها را غمیزار گرفته است آمدن رمضان، اما کسانی که وجود اونها ایمان است، لبریز ایمان است، اونها خرسندند که ماه عبادت فرا رسید. بنابراین در روایات هم ما میخوانیم کسی به آمدن رمضان خوشحال شود و خرسند و از برآمدن رمضان ناراحت شود و غمگین، جنت براش واجب است. رسول خدا هم در یک روایات الله اعلم بصحته صاحب روح البیان آوردیان در تفسیرشان، ثلاثه من حافظ علیهن فهو ولی الله حقا و من ضیعهن فهو عدو الله حقا. سه چیز است که کسی اگر اونها را اجرا کند، اونها را مداومت در حیاتش تطبیق کند، اونها را نگهداری کند که ضایع نشوند، او مؤمن حقیقی است. اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن میگوید. و اگر کسی این سه را یکیش از دست دهد یا هر سهش از دست دهد، یعنی پروا نکند، به این سه عمل نکند، او دشمن خداست حقا. این سه کدام است؟ 5 وقت نماز خواندن، رمضان مبارک روزه گرفتن، و الغسل من الجنابه، غسل از جنابت. ببین عزیزان من، بچه های خوشرو، الصلاة و الصیام و الغسل من الجنابه، کسی این سه را محافظت کنه او مؤمن حقیقی است. کسی این سه را ترک کند او کافر است و حقا. دوام آیت توجه کنید. خوب خدا به بیمارها و به پیرزنها رخصت افطار داد. دوام آیت خداوند مهربان به این مسافرها را هم فراموش نکرد. بندگانی که برای خاطر طلب علم یا برای خاطر نفقی خاندان در سفرهای کاری هستند دور از وطن، اونها را هم فراموش نکرد. خدا چی گفت؟ او علی سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر. کسی از شما مسافر است، دور از خانه و در و از وطن است، شرایط براش خوب نیست، کاری میکردگیشان خیلی کاری وزنین است، روزه گرفتن براشان خطر دارد که یا مثلا در کار معین میشوند، یا کسلی میشوند، یا صاحب کارخانه از کار پیششان میکند، دیگر جای کار نمییابند. خدا اینها هم روزشان خورند. بنابراین من با مسافرایی که صدای من از این نوارها میشنوند، از این اینترنت میشنوند، در مسافرت هستند، دادرای عزیز، اگر این کارهای شما در مسافرت ها براتان وزنینی ایجاد کند، براتان مشقت بیارد، شما را خدای مهربان رخصت داده است روزه تا نخوره و انشاءالله در فصل زمستان وقتی که به خانه باز میگرده میبیایید 1 ماه قضایش میگیرید. شما ده فدیه نیست، شما همون 1 ماه را در خانه که آمده قضایش میگیرید. فعدت من ایام اخر، این امر خداست. لیکن اگر رفت شما در مسافرت هسته، سفری هست که براتان
مشقت ندارد، براتان مشقت ایجاد نمی کند. کار هم که کنه کارتان وزنی نیست. خداوند چی میگه؟ و ان تصوموا خیر لکم، شما رمضان روزه گیرید، روزه گرفتن بهتر است از روزه خوردن. تا در که شاید زمستان می بیایه، آیا امکانیت قضایی گرفتن داره یا نداره؟ با مردم یک جایی روزه گیره، وزنینش هم در نظر نمی تابد. اما تنها روزه گرفتند خیلی ایمانی قوی در کار است که همه روزه خور باشد در عائله روزه دار نباش. حکم اسلام برای شما این است. در اسلام حرج نیست دادرای عزیز. این چیزی که من به شما میگم این نص قرآنی است. پیغمبر بزرگوارم که برای امت مهربان و دلسوزن، برای مسافرها اجازتی روزه خوردن دادن. حتی در حدیث حضرت فرمودن لیس من البر الصیام فی السفر، سفری که مشقت داشته باشد با وجود وزنینی و مشقت روزه گیری، این روزه ثواب ندارد. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. یک روز میگیرید، یک ماه خورده باشید یک ماه میگیرید. شما وقتی که از سبب رخصت شریعت خود روزه میگیرید، خود روزه میخورید، شما برای این روزه خوریتان گناهگار نیست. شما نمازاتان خانه، تراویحتان خانه، انشاءالله وقتی که قضایی میدارید فرصت مناسب شد، شما گویا بعینی همون رمضان روزش داشتید. اما کسانی که به عذر روزه میخورند، بیمار نیستند، مسافر نیستند، عاجز و پیرمرد و ناتوان نیستند، لاغر و خسته نیستند، پهلوان و با قوت و با اعضاهای سالم خدادادگی که برایشان داده است استفاده میبرند اگر روزشان خورند. اینا رو پیغمبر چی میگوید؟ ابو هریره روایت میکنند که رسول اکرم فرمودند من افطر یوما من رمضان من غیر عذر لم یقض عنه صیام الدهر کله. کسی یک روز رمضان به سبب، به عذر اگر خورد یک روز، وای به حال کسانی که تا امروز روزه نداشتیند، وای به حال پهلوانانی که رمضان مبارک می‌دارند و پروا ندارند که این ماه چی ماه است. غفلت اونها را فرا گرفته است. دلهاشان زنگ زده است، در او دل نور ایمان نیست، در آن دل صحبت خدا و رسول تأثیر ندارد، در آن دل امیدی به مغفرت و به پیشگاه خدا رسیدن نیست. به سبب روزشان میخورند، پروا ندارند. رسول اکرم چه گفتند؟ روز پشیمان شوند و بازگشتی به سوی خدا کنند. روز بعد از منصب رفتن، بعد از اینکه ایام جوانیشان سپری شد و به 70 و 80 رسیدن، ترس مرگ، ترس خدا، ترس داخل قبر براشان پیدا شد. یکی او زنگ دلهاشان تازه شد، یک نور از نور ایمان در قلبشان روشنایی داد. یکی واهمه زیرشان که مردن هست، پیشگاه خدا رفتن هست، جواب دادن هست. یک تکان میخورن و بیدار میشوند از خواب، ثانی روزه قضایی گیری رو سر میکنن، قضایی میدارن. حضرت چه گفتن؟ اگر تمام عمرشان روزه قضایی دارند
ثواب یک روز رمضان هم گرفته نمیتونند. آره فرض از گردنش ساقط میشه اگر قضایی دارن، اما ثواب یک روز رمضان که خداوند گفته است الصوم لی و انا اجزی به، من پاداش میدم، این ثواب به دست گرفته به دست آورده نمیتونه. جناب بچه های عزیز، به پاکی روزه دارید. انشاءالله روزه برای شما چگونه که پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند الصیام جنتون، روزه برای شما فایده ها دارد، زیرا این پیغمبر مهربان، این پیغمبر دلسوز، این پیغمبر هادی و راهنما روزه را برای شما سپر اعلان کرد. وقایه گفته سپر میگوین سپر. الصیام جنتون، روزه سپر است. سپر چی؟ سپر مثل که شما را از تیر دشمن محافظت میکند. سپر مثل که شما را از شمشیر دشمن محافظت میکند. امروز برانژیلت میگویند اصطلاح امروز ده. روزه برای شما سپر است، برای شما برانژیلت است. وقایت من المعاصی و وقایت من النار و وقایت من الامراض التي تحصل من کثرت الاکل و الشرب. عزیزان میگن این روزه نگاه دارنده ما و شماست. یکم از بیماری ها، بیماری هایی که از سبب پرخوری پیدا می شود، بیماری هایی که سرچشمه اونها معده است، بیماری هایی که از غذاهای چربی و روغنی و شیرینی پیدا می شود، شما را از این بیماری ها روزه محافظت میکند. روزه شما را نگاه می دارد. تکشین های معده شما را، این 16 ساعت غذا نخوردن که تکشین های ضرر آور است، میکروب های زهرآلودند در زیر او تکشین معده، این 16 روز غذا نخوردن اونها را هضم میکنن، نابود میکنن. بنابر اصلی سرچشمه همه بیماری ها این معده است و دوای اساسی تمامی بیماری ها این پرهیز است. پیغمبر اینو جنه گفت، سپر گفت از بیماری ها. انشاءالله کسانی که همیشه روزه می‌دارند، دوشنبه و پنجشنبه، 13 و 14 و 15 ماه نه فشار میشوند، نه کسل قند میشوند، نه کسل زخم معده میشوند، نه کسلی باید چیزی دیگر دارن که تو که معدهشان چیز است و نه کسلی او میشوند. ببینید از این خدا شما را محافظت میکنه. دویم رسول اکرم گفتن وقایتون عن المعاصی، روزه محافظت کنند از گناه هاست، از گناه شما را محافظت میکند. شخص روزدار هیچگاه دست به جنایت نمیزند، شخص روزدار هیچگاه گناه نمی کند، زیرا او خوش در محضر خدا میداند. شخص روزدار حقیقی هیچگاه حقارت نمی کند، هیچگاه کسی را آزار نمی تید، هیچگاه به زن مردم و به دختر مردم به چشم بد نگاه نمی کند. ببینید روزه محافظت کنندی از گناه ها شد و این چنین محافظت کنندی از آتش دوزخ است. روزداران خداوند به شفاعت رمضان از آتش دوزخ خلاص می‌گرداند. و ان لله عتقاء من النار، هر شب از شب‌های ماه مبارک رمضان خداوند از آتش دوزخش بندگانی که دنیا در روزه داشتن اونها را نجات می‌دهد. حتی در روایتی هم داریم وقتی که بنده مؤمن، مؤمنای حقیقی، مؤمنان روزدار و نمازخوان به نزدیکی دوزخ گذشت می‌کردند، دوزخ به زبان فصیح میگفت ای بنده مؤمن زودتر از نزد من گذر،
که نور ایمان تو آتش من، حرارت من خاموش نکنه. ببینید این فایده از صیام و جنتون. روزه سپر است، شما را از گناه نگاه می‌دارد، شما را از دوزخ نگاه می‌دارد، شما را از بیماری ها نگاه می‌دارد. اقرب یک ساعتم از یک گذشته ایستاده است، برای من خطاب دارد که وقت به پایان رسید و صحبت ادامه دارد. شاید بندگان خدا ملال و خسته شده باشم، باز ایستید. من در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا چند سوال هم آیدی رمضان مبارک بچه ها روان کردن، چگونه وعده کردم جواب میتیم و بعد از آن خدا خواه. السلام علیکم بابایشان، از شما احترامانه خواهش داریم که به سوال ما جواب گویید. خدا شما را نگه دارد. چطوره که به همگان معلوم است ما در آستانه ماه شریف رمضان قرار داریم. همزمان در محله ما در ناحیه حصار بنیاد مسجد نو رفته ایستاده است. راهبریت محله به چنین قرار آمدند که شخصانی که میخوان در رمضان افطار کنند بهترش پول آن را در بنیاد مسجد صرف سازند. لطفاً بگویید که افطار کردن افضل تر است یا مسجد ساختن؟ هر کدامش عبادت است. مسجد ساختن هم عبادت است، افطار هم عبادت است. اگر رفت مسجد شما احتیاجی به همون مبلغ داشته باشد، غیری و دیگر مبلغی نداشته باشید، شما میتونید همون مبلغ در ساختمان مسجد صرف کنید و افطاری که میخواهید برای روزه‌دارها کنید این است که یک پشک خرما گیرید، مسجد بیایید، وقتی که شام از آن گفتن شما تقسیم کنید در صفا 2 دانه خرما، همین هم ثواب افطار دارد. لیکن اگر رفت و امکانیت داشته باشه هم مسجد یاردن کنه، ثواب مسجد سازی که رسیدن به قصرهای عالی بهشت است براتون حاصل می شود، هم افطار کنید، ثواب افطار هم برای خدا حاصل کنید. که رسول اکرم میگه من افطر صائما، کسی رمضان مبارک ده شخص روزدار را افطار کنانه یا اونها را سیر کنانه، خداوند او را گناهاش میگذره، از آتش دوزخ خلاصش میکنه. هر دوش هم خوب است. در آخر اهل محله از شما خواهش کردند که در حق ما دعا گویید تا بنیاد مسجد ما تیزتر بود شود. خداوند شما را و مردم همون محله را و همه کسانی که در ساختمان و در تعمیر این مسجد حصه گذاشتن، خداوند اولا عمر با برکت تنی صحت، ثانیا خاندانشان خداوند از آفتان نگه دار و رزقاشان فراخ کنو. از ثواب مسجد سازی که پیغمبر بزرگوار من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه فرمودند، ایشان با نصیب گردان. آمین. حضرت استاد بچه هایی که وینیان در مکتب های وینی میخوانند تا روز 20 سالگی استقلالیت هر روز از ساعت 4 بیگاه تا 6 بیگاه مشقی پرتگذاری میکنن. چی کار کنن در رمضان؟ خوب اگر رفت و از مشقی وزبین باشد سبب آزار میافتنشان شده باشد و اگر رفت و روزه شرکت نکنن، راهبریتی حربی اونها را آزار میدادگی باشد، میتونن روزشان خورن و ثانی در وقتی دیگر قضایش دارن حتما. لیکن کنا وقت شنیدم که گویا کسی از حکومتدارا اعلان کرده بود است که در ماه مبارک رمضان کارخانه ها را خوجی ناشن، که تا ساعت 12 یک کارگرای خود کار فرمید و بعد از او اونها را آزاد کنید تا اینکه رمضان مبارک بپاکیر. شاید باز رمضان مبارک در آمد راهبرای این پردی حربی هم خدا اونم مسلمان انصافشان میتین سحری مشق میکنن و ثانی شما رو بیگاهی جواب میتین. اگر رفت و جواب نتین مشقاتان وزبین باشد، خوب چاره خلاصی نداشته باشید، افطار کنید، قضایش با یک روزش یک روز گیرید. دادر عزیز
ایشان نورالدین جان به این سوال من جواب گویید. امروز مسلمانان خوار و ذلیلند، یا اینکه غضب خداست بر مسلمانان یا رحمت خداست؟ و با احترام مخلص شما از شهر خوجند. همین جمعه جواب گویید. این رحمت خداست. انشاءالله هر قدر بالا اسلام فشار زیاد شود، این برای شما مسلمانان رحمت است، زیرا شما با این ارادتان مستحکم می شود، با این صبرتان زائد می شود، با این استقامتتان زائد می شود. اگر شما در این تو وقت فشار و تضییق در اسلام خود استوار باشید، خداوند به شما ثواب 50 شهید از شهدای عصر پیغمبر می‌دهد. شما در این وقت فشار تضییق ظالما و کافرا بر بالای خود دعا کنید خداوند هر چیز زودتر حضرت امام مهدی را خارج کند. انشاءالله ما نجات دهنده داریم به نام مهدی که او باید براد. شما دعا کنید زودتر برآمدن او را. انشاءالله این زمینی پرفساد و ظلم او با عدل و داد پر میکند. حاکمیت قرآن خدا می شود. حالا شما مهدی رو نمیدونه کیست؟ میدونه کیست؟ معلاسف نمیدونه. حالا هر مسلمان باید انتظاری کشد که خداوند او رو زودتر برآورد و عالم از این فساد و از این شورزار و از این خارها پاک کند. لیکن با دعای شما میشد، با تیاری شما میشه عزیزان من. خوب انشاءالله اگر من زنده باشم کدام وقتی درباره امام مهدی با شما صحبت میکنم که یکی از اشراط ساعت نشانه های قیامت خروج مهدی است، خداوند صحبتی دارم. بابایشان در رمضان شب نیت کرده روزه گیری جایز است. شخصا در ماه رجب شعبان من همین حالت میشدم و در آخر در حق من دعا کنید مثل شما عالم با عمل خداوند بچه به من نصیب کند. خداوند این فرزندای شما را اهل علم و اهل تقوا و از من خوبتر و داعیتر براش نصیب گرداند. دادر عزیز، خوب رمضان از شب هم نیت کنی می شود. وقتی که شما شب خواب می روید بعد از تراویح به همین نیت که فردا باز روزه می گیرم، یا که سحری خوری می خیزید تو روز نیت به یادتان نمی رسد، اما سحری خوری می خیزید برای سحری خوری، همین خود نیت رمضان است. به هوای روزه گیرید درست شدن می گیرید. در آخر با حاجی مرزا از قشلاق بینال که از مخلصای مسجد است و از عاشقان خاندان ماست، خودشم و فرزنداشم و دختراشم و نبیرهاشم برای فرزندای عزیزش حیدر علی و چند نفر نامای زیاد دارند. میر علی و نبیرهاش التماس دعا کرده. چی دعای هم؟ ببینید پدر باید این تو باشد، دعای توفیق. حضرت ایشان برای فرزندای من دعا کنه که ماه مبارک رمضان فرا رسیده ایستاده است، خداوند توفیق روزه گرفتن و توفیق نماز خواندن و توفیق طاعت برایشان نصیب کنه. این از پدر دلسوز، این از پدر مهربان که نمیخواد فرزندش فردا در دوزخ سوزد. خداوند دعا کنیم فرزندای با حاجی مرزا ما را اولا عمر دراز و رزق فراخ و توفیق بندگی، توفیق روزه گرفتن و بازگشتی به سوی خودش نصیب کنه. خداوند مثل خودش زیارت خانه خدا را براشان رسیدن نصیبشان گردان. خدایا همه پدرها را مثل حاجی مرزا بر این توفیق عنایت فرما که غم فرزندان خود خورن و اونها را در این ماه مبارک رمضان امری به روزه کنند، امری به مسجد کنند تا اینکه از عذاب دوزخ اونها را خداوند خلاص گرداند. آمین.